به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت همه بیننده های تلویزیون ملی اسپورت. امیدوار هستم که صحت و سلامت سری حال باشین. برنامه تمرین هست و ما جهت ثبت این برنامه به یکی از کلاب های شهر کابل آمدیم تا از رشته ورزشی آشیهارا کاراته برای شما یک برنامه خوب، جذاب و دیدنی تهیه بکنیم. ما در برنامه تمرین روی موارد مختلفی میپردازیم. ابتدا می رویم تاریخچه را با هم تماشا میکنیم و دوباره برمیگردیم. اشهیارا کراټه یو له نوي بڼې دفاعي هنرونو څخه دی چې د جاپان له خوا د 1980 میلادي کلونو په شاوخوا کې د مشهور استاد هیدو اشهیارا لخوا جوړ شو. دا هنر د کیوکیشن کراټې څخه پرمختللی سبک ګڼل کیږي چې په تمریناتو کې واقعي مبارزه، تکتیک، دفاع او انعطاف ته خاصه پاملرنه کوي. اشهیارا کراټې د ساباکی مفکوره کاروي، یعنی د سیال حرکت پر ضد هوښیار موقعیت نیول او ضد برید کول. دا هنر ژر د نړۍ ګوټ ګوټ ته خپور شو او اوس لسګونه هیوادونه یې رسمي فدراسیونونه لري. په افغانستان کې اشهیارا کراټې له 1980 کلونو راهیسې پیژندل شوي او ګڼ شمېر ځوانان یې تمرینات کوي. د دې سبک رسمي فعالیت د افغانستان کراټې فدراسیون تر چتر لاندې ترسره کیږي چې کورنۍ او نړیوالې سیالۍ هم تنظیموي. افغان لوبغاړي په دې سبک کې د اسیا او نړیوالو اتلولیو کې ګډون کړی او ځینې یې د ستاینلیکونو او میډالونو ګټونکي دي. دا هنر نه یوازې د فزیکي پیاوړتیا بلکې د ذهني انضباط او ځان دفاع مهارتونو ته هم وده ورکوي. اشهیارا کراټې اوس د افغان ځوان نسل ترمنځ د یو محبوب او اغیزمن رسمي هنر په توګه حیثیت لري. عزیزان بیننده، تاریخچه را با هم تماشا کردیم. حالا در این بخش برنامه صحبت می داشته باشیم با استاد و مربی کلاب در رابطه با رشته ورزشی آشیهارا کاراته که ببینیم اینها از چه زمان رشته ورزشی آشیهارا کاراته را آغاز کردن. سلام استاد، میشه بسیار کوتاه از شما معرفی داشته باشیم برای بیننده هامون؟ سلام خدمت شما و خدمت همه دوستان تقدیم میکنم. نام فرید آقاز دوراندیش تخلص میکنم. در سال 1380 به ورزش آشیهارا کاراته رو آوردم و فعلا نام یکی از مربیای فدراسیون آشیهارا کاراته افغانستان هستم و فعالیت میکنم. استاد، از زمانی که شما رشته ورزشی آشیهارا کاراته را آغاز کردین، مسابقات داخلی داشتین و مسابقات بیرونی هم داشتین. در این رشته ورزشی دستاورد داشتین یا خیر؟ تشکر از شما. در سال 1380 به ورزش آشیهارا کاراته رو آوردم. در 81 تونستم عضو تیم ملی را کسب بکنم و از سال 2006 تا حالا در مسابقات بین مرزی شرکت کردیم. تقریبا 5 مدال طلا، 2 مدال برنز، 1 مدال نقره از رویدادهای مختلف مسابقات جهانی، بین المللی، بین قاره‌ای، اروپایی و آسیایی به دست آوردیم. بسیار عالی استاد، خیلی دستاورد عالی داشتین در زمینه رشته ورزشی آشیهارا کاراته. علاقمندی جوانان نسبت به این ورزش چگونه است؟ علاقمندی جوانان به این رشته خیلی زیاد است. جوانان همه روز به این رشته رو میارن. در این کلپ که شما حضور دارید یک تایم صبح هم داریم، بعد از ظهر هم داریم. یک تایم استاد زبیلای ایوبی که خودش از قهرمانای بین المللی است، یک تایم نو تمرین میتن و یک تایم دیگه ما تمرین میتیم. تقریبا گفته میتونم که بیش از 100 جوان در تایم‌های مختلف اینجا تمرین میکنن. مصروف تمرین است. بسیار عالی استاد، شما میشه در رابطه با رشته ورزشی آشیهارا کاراته یک معلومات کلی برای ما ارائه کنیم و در رابطه با کمربندهایی که در این رشته ورزشی وجود داره معلومات داشته باشیم از شما؟ تشکر از شما. ورزش آشیهارا کاراته در سال 1980 عیسوی در ژاپن توسط کانچو هیدیوکی آشیهارا بنیانگذاری شده و همچنان در سال 1380 خورشیدی در افغانستان توسط استاد وحید احمد جویا بنیانگذاری شده است. ورزش آشیهارا کاراته 6 کمربند داره. از کمربند سفید است، آبی است، زرد است، سبز است، سبز است و قهوه‌ای، همچنان سیاه. با سیاه ازی دانه یک، دانه دو، دانه سه به موش ترتیب تا دانه 10 کمربند سیاه ازی است. بسیار خوب استاد، میشه در رابطه با ارتباطتان با فدراسیون ملی آشیهارا کاراته برای ما بگین که روابطتان چگونه است؟ روابط ما با فدراسیون الحمدلله بسیار یک روابط خوب است. همکاری میکنه با ما، ارتباط دارن، همیشه با تمام مربی‌ها همکاری دارن و ارتباط خوبی دارن. بسیار خوب، تشکر زیاد از شما استاد که به وقت گذاشتین برای ما. یک جهان ممنون. بیننده های عزیز، صحبت های ما را با استاد و مربی کلب آشیهارا کاراته تماشا کردین. حالا صحبت می داشته باشیم با چهره های ورزشی. پیش از اینکه برویم صحبت داشته باشیم با چهره های ورزشی، یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره در حضور شما برمیگردیم. حرکت عبدالله چاهی که
تبدیل به امتیاز میکنه. شروع بسیار خوب ضربات پای هم تمام شد و آزاده به مقام قهرمانی وزن منفی 55 کیلوگرم رسید. برگشتیم در حضور شما قرار داریم. حالا در این قسمت برنامه صحبت می داشته باشیم با یک تن از ورزشکاران رشته ورزشی آشیارا کاراته در رابطه با فعالیت ها و دستاورده هاشون در این رشته ورزشی. سلام، میشه بسیار کوتاه از شما یک معرفی داشته باشیم؟ سلام به شما و بینندگان عزیز. به نام خدا مهدی احمد جویی هستم، عضو تیم ملی آشیارا کاراته افغانستان. مدت 18 سال میشه که من رشته آشیارا کاراته را تحت نظر پدرم و کاکایم پیش میبرم. بسیار خوب. شما چی دستاوردهای در زمینه داشتین؟ من یک مدال خارجی دارم که در سال 2018 مسابقات جهانی بود و مدال برنز از آن خود کردیم. این مدال از کدام کشور شما به دست آوردین؟ از کشور قزاقستان بود و بین 30 کشور جهانی بود که من توانستم با شکست دادن 5 حریف و یک باخت بگیرم مدال سیم را. ببین، رشته های ورزشی بسیار زیادی هست، ولی چرا رشته ورزشی آشیارا کاراته را انتخاب کردین؟ به خاطر که این رشته تهدابش با عیاری و جوانمردی مانده شده، از او خاطر یک رشته عیاری و کاکگی است و ما از او خاطر این رشته را چون جوانمردانه است انتخاب کردیم. بسیار عالی. پلان شما در آینده چیست که چگونه یک ورزشکار عالی شوید و خوبتر بدرخشید؟ انشالله دیگه نظر به مسابقات که پلان دارم بخیر که در مسابقات جهانی و بیرون مرزی اشتراک کنم و مدالای رنگ به وطن عزیزم کسب نمایم. بسیار خوب. کوتاه پیام شما را داشته باشیم برای بیننده ها و برای همقطاران شما. بیاین ورزش کنند، صحتمند باشند و ورزشکاران حمایت کنند. بسیار عالی. تشکر زیاد از شما که در رابطه با رشته ورزشی آشیارا کاراته و دستاوردهاتون صحبت کردیم. بیننده های عزیز، صحبت های ما را با یکی از ورزشکاران رشته ورزشی آشیارا کاراته شنیدین. حالا صحبت می داشته باشیم با دیگر ورزشکار، ببینیم که چه دستاورد و چه فعالیت و چگونه تمرینات خود را تا این لحظه می داشته باشه. عزیزان بیننده، در کنار خود یکی از ورزشکاران داریم که دستاوردهای خوبی در رشته ورزشی آشیارا کاراته دارند. ابتدا از یک معرفی کوتاه می داشته باشیم، در رابطه با مدال ها و دستاوردهاش صحبت میکنیم. سلام، میشه بسیار کوتاه یک معرفی از شما داشته باشیم؟ سلام به شما و سلام به کسایی که از پشت پرده تلویزیون ما را تماشا میکنن. ساحل ایوبی هستم، عضو تیم ملی آشیارا کاراته افغانستان. مدت 8 سال میشه که رشته آشیارا کاراته را تمرین میکنم تحت نظر استاد زبی‌الله ایوبی. دیگه مسابقاتی که در سال قبلی بود در مسابقات ایران ما توانستم با شکست 3 حریف توانستم مقام اول از آن خود کنم. بسیار تبریک باشه. خیلی خرسند هستیم که شما توانستین مقام اول را بگیرین. وقتی مقام اول را گرفتین برای شما کدام مدالی دادن؟ برای ما یک مدال طلا داده شد که دیگه سپاسگزاری میکنیم از مردم ایران که دیگه توانستیم این مقام اول از آن خود کنیم و به کشور افغانستان یک مدال خوبی را تقدیم کنیم. بیننده های عزیز، این مدال را قهرمان ما سایل جان از کشور ایران گرفتن و ببین چقدر ارزشمند است برای شما این مدال. 100% برای ما، چرا که به خاطر از این ما تمرینات بسیار ثقیل کردیم که 15 روز مدت 15 روز ما قرنطین بودیم، دیگه تمرینات خود انجام دادیم و تا توانستیم در کشور ایران مقام اول از آن خود کنیم. بسیار خوب. در این مدت شما را کی تشویق کرد که شما بتونین بروین مقام قهرمانی را در این سن به دست بیارین؟ یک جهان تشکری میکنم از پدرجانم زبی‌الله ایوبی که من مدت 8 سال شد تحت نظر خودش تمرینات خود انجام میدم. بدون شک در پشت هر موفقیت پدرها دستشان هست. میشه در رابطه با این تقدیرنامه و حکم قهرمانی صحبت بکنید که این حکم قهرمانی را شما از کجا آوردین؟ این در ولایت چند هفته پیش در ولایت پران ولسوالی جبل سراج لیگ قهرمانان مسابقات بود که من توانستم در مسابقاتم مقام اول از آن خود کنم. از طرف کدام اداره برای شما داده شد؟ از اداره آشیارا کاراته. بسیار خوب. میشه در رابطه با مدال‌های دیگری که هست صحبت داشته باشه و برای ما معلومات بده این مدال از کجا گرفتین و این مدال در کدام سطح برای شما داده شد؟ این در مسابقات لیگ قهرمانان در ولایت پروان
ولسوالی جبل سراج که من توانستم مقام اول از آن خود کنم. این مدال برای ما دادن. مسابقات بین ولایتی بود. بله یا بین ولایتی بود که 4 ولایت حضور پیدا کرده بود. بسیار خوب. با این قدر دستاوردی که شما دارین، پیامتان برای همسنای خودتان چیست؟ پیام به همه جوانای نیست که تمرین یک الگویی است که انسان میرسانه و تمرین بدون شک انسان از بسیار کارهای که در بیرون میشه آدم خودداری میکنه، ولی از جوانا من همین تقاضا دارم تمرین بهترین چیز است به یک جوان. میتونه که مثال در خود افغانستان، بیرون از افغانستان، کشورهای بیرون ازی بتونه مسابقه بده و دستاوردهای خوبی برای کشور خود فراهم کنه. بسیار تشکر زیاد که با ما صحبت کردین در رابطه با دستاوردها و فعالیتاتون. خیلی تبریکتون باشه. شما را به الله ممنون میسپاریم. بیننده های گرامی صحبت های ما را با چهره های ورزشی و ورزشکاران تماشا کردین. حالا در این قسمت برنامه می رویم تمرینات و نمایشات را که استاد کلب برای ما به نمایش میگذارن با هم تماشا میکنیم. شما ری اوتکان ری نرمش شروع میکنیم. ابتدا از قسمت پایین بدن، از قسمت پای شروع میکنیم. آیسته آیسته بالا میایم. سا کمر پای حرکت میتیم. هیچ نی سان شی کیو رک شیچ هچ کو جو موتی. هیچ نی سان شی کیو رک شیچ هچ کو جو موتی. هیچ نی سان شی کیو رک شیچ هچ کو جو پای چپ موتی. هیچ نی سان شی کیو رک شیچ موتی. هیچ نی سان شی کیو رک شیچ موتی. هیچ نی سان شی کیو رک شیچ هچ کو جو موتی. هیچ نی سان شی کیو رک شیچ هچ کو جو. سر زانو و خاطر از اینکه پای ما گرم شود زانو را حرکت میتیم از خارج به داخل. هیچ نی سان شی موتی. از داخل هیچ موتی. هیچ نی سان شی موتی. حال قسمت کمر را گرم میسازیم. از راست به چپ. هیچ نی سان شی موتی. هیچ نی سان شی. قسمت بالای کمر را میسازیم. هیچ نی سان شی کیو رک شیچ هچ کو جو. شانه را نرم میسازیم. راست طرف شانه چپ. هیچ نی سان شی موتی. دست چپ حرکت میتیم. هیچ نی سان شی. دست راست پشت سر شانه. هیچ نی سان شی موتی میکنیم. تبدیل. هیچ نی سان شی. از شانه میگیریم راست چپ. شانه خود گرم میسازیم. کمر. هیچ نی سان شی. دستا را قلاب میکنیم روبرو. هیچ نی سان شی. بالا میریم. هیچ نی سان شی. طرف راست میریم. هیچ نی سان شی. تبدیل میکنیم طرف چپ. هیچ نی سان شی. طرف راست دار میخوریم. 1 2 3 4 موتی. هیچ نی سان شی. کمر خدا به خاطر از اینکه خوبتر گرم شد پشت سر حرکت میتیم. دستا را نی سان شی. روبرو میایم. هیچ نی سان شی. قسمت گردن حرکت میتیم. هیچ نی سان شی کیو رک شیچ موتی میکنیم. هیچ نی سان شی. سمت راست. هیچ نی سان شی موتی. هیچ نی سان شی. سمت راست از بغل سعی دید میکنیم. هیچ نی سان شی موتی. هیچ نی سان شی. حالا آرام آرام حرکت میریم. گردن ما نرم شود. هیچ نی سان شی موتی. هیچ نی سان شی. یا می حالا نرمش شروع کردیم. از قسمت پای تا قسمت سر ختم ساختیم. به خاطر از اینکه پایای ما را گرم بسازیم
کمیته دا چی؟ همگی یا گارد مبارزه رقص پای میکنیم از یالت رقص پای پای چپ پیش است دست چپ پیش است هر شماره مای آگاهی حالا میخواهیم که حرکات پای انجام بدیم به خاطر از اینکه ما صدمه نبینیم آسیب نبینیم گرم میسازیم پایهای خدا هر شماره کار میکنیم مای آگاهی نرم پای راست اچ نی سن شی موته اچ نی سن شی موته از خارج به داخل کار میکنیم به یک شماره دو حرکت کار میکنیم یک پس میم دو سوت مواشی آگاهی همزمان اوچی مواشی آگاهی اوچ مویته میکنیم پای چپ کار میکنیم یک شماره راست یک شماره چپ نه سن شی کیو دوش میکنیم حالا دوش در هر ورزش خوبی های خود داره هم بدن فیزیک به بدن هم خوب است به نفس خوب است و آماده میشیم به یک حرکات بعدی هچ نی هچ نی روبرو پا را میکشیم سرا هچ نی سان شی پیشو داخل کار میکنیم کمر میریم حرکت کمر حرکت میتیم کمر خود هیچ نی سان شی تو روک روبرو میریم روبرو هیچ نی سان شی تو روک سرعت دوش میکنیم سرعت 10 شماره سرعت هیچ نی سان شی سرعت بگی سرعت کیو رک سچ هاچ کو حرکات نرمشی ما تمام شد حالا بالای تکنیکا کار میکنیم گماده چی؟ کار میکنیم مواشی گدان امروی پای چپ بیا صوت نادر کار میکنیم گدان همزمان مواشوکه میکنیم پرتاب میکنیم سعی کن یک اوس خالی کار میکنیم یا جای کار کنه خالی کار میکنیم خالی نه یا جای مشکل نیست برو پشت سر باشه کمیو برو هچ هی سن شی کیو رک شچه هچ کو همین تکنیک کار کردیم حالا عملیش کار میکنیم که دوستا بیا صوت ما امرای استاد نادر فایت میکنیم اولین کاری که میکنیم ما دفاع از این حرکت از جایش دور میسازیم ایره بی‌تعادل میسازیم با ضربه زانو ایزاگیری میزنیم بعدا پرتاب میکنیم نه باز مشت باز نزدیک کمیو این طرف قطار این طرف حمله میکنم برو هچ برو دیگه طرف این تکنیک در مقابل حریف استاد هستی دفاع حریف بی‌تعادل میسازی با ضربه زانو ایزاگیری ضربه میزنی و پرتاب میکنی به زمین
حالا میخوایم که تکنیک دیگر کار میکنیم. استاد عبادالله میخواد که امرای مایگیری پای چپ ضربه بزنه به من. بزن. قبل از اینکه ضربه از این با بدن ما اصابت بکنم، من ضربه از این را رد میکنم و این را به تعادل میسازم. بعد از اون باز من پرتاب میکنم میره به زمین. بزن. یک. تکرار کار میکنه. مایگیری میزنه. یک. اومده. این قطار کار میکنه. کسی بیم دستور نکن. این طرف. هچ دیگه طرف. استاد خالد میخواد مرا ضربه گدان بزنه در قسمت پات ما. اگر من اینجا استاد شم در مقابل از این بدن ما صدمه میبینم. من اولین کاری میکنم دفاع از این ضربه از این با ساگاری شتو گدان برای من رد میکنم. بعد از این یک دو. درست؟ آماده. این طرف حمله میکنه. این طرف سیس؟ شما حمله میکنه. هچ ماشاءالله. دیگه طرف. نه سن آفرین. دیگه طرف. شی آفرین. کیو رکه. یحیی جان فایت میکنه همراه عبادالله. استاد خالد احمدی هم داوری میکنه. یحیی میخواست که عبادالله رو پرتاب کنه. با همون حرکت یحیی خود عبادالله یحیی را به زمین پرتاب کنه. 3 نمره گرفت طرف چپ. یالی حرکت ها مثال اگر حرکت بسیار زیباست به نام یوکو میگیره. یک نمره میگیره طرف که همین حرکت انجام میده. دو فایتر ما خوب فایت میکنم. باز هم حرکت انجام داد و طرف مقابل زد حمله زد. این حرکت در صورتی که به صورت حریف صحبت میکن نمره داشت ولی حالا نمره نداره یا امتیاز نداره. این حرکت حالا عربی کمربندای ضرب فایت میکنن. این فایت هایی که دوستای ما انجام میده یک پیش زمین است به خاطر فایت هایی که دست ولایت انجام میشه و بعد مسابقات منتخبشان یا شرکت میکنن تا مسابقات ملی باز یا آماده میشن را پیدا بکنن با مسابقات ملی. یعنی فایتشان بسیار عالی است. حرکات نمره نداره. در صورتی که در بدن در قسمت صورت تعریف ثابت بکنه باز این امتیاز میگیره. این حرکت دوست ما وازایری میگن که 3 نمره داره. 3 نمره گرفته است کمربند سفید از زرد. این بچه کمربند زرد عضو تیم ملی است. در نوجوانان تقریبا 4 سال میشه که تمرین میکنه. کمربند سفید هم تقریبا 6 ماه میشه که تمرین میکنه.
بیننده های همیشگی ملی اسپورت، تمرینات، نمایشات و تکنیکاتی که توسط استاد و ورزشکاران به نمایش گذاشته شد با هم تماشا کردیم. حالا در این بخش برنامه صحبت می داشته باشیم با استاد کلب در رابطه با تغذیه ورزشکاران پیش از تمرین و بعد از تمرین، که ورزشکاران چگونه غذای خود را استفاده بکنن و پیش از تمرین چگونه غذا استفاده بکنن و بعد از تمرین. استاد میشه در رابطه با تغذیه ورزشکاران صحبت داشته باشی که پیش از تمرین اینها چگونه غذا باید استفاده بکنن و از کدام غذاها استفاده بکنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هر ورزشکار باید طرق تغذیه را بلد باشه، چون وقتی که ورزشکار تغذیه نکنه باز ای آسیب میبینه. بین تمرین و غذا حداقل 2 ساعت الی 3 ساعت فاصله باشه. غذا البته مایات مشکل نیست، در بین تمرین ها میتونن بخورن و کوشش بکنن که از غذای متنوع بخورن و قبل از اینکه به تمرین میان شیر و عسل، خرما، انجیر، غذای یا میوه‌ای که ویتامین داشته باشه از انواع ویتامین های استفاده بکنن. همچنان بعد از تمرین، 1 ساعت بعد از تمرین، یا میتونن که از شیر و عسل و خرما، انجیر و ممنوع قسم میوه تازه یا استفاده بکنن. بسیار خوب استاد، میشه پیام شما را برای ورزشکاران، برای بیننده های ما و برای جامعه ورزشی افغانستان داشته باشیم؟ پیام ما به جوانایی است که ورزش بکنیم، صحتمند باشیم و به افغانستان عزیز افتخار کسب بکنیم. بسیار تشکر زیاد استاد از اینکه در رابطه با رشته ورزشی کاراته و با ما صحبت کردین. بیننده های عزیز، این بود داشته های برنامه تمرین که این هفته تقدیم حضور شما شد. تا هفته آینده شما را به الله متعال میسپاریم.